سلام بچه‌ها، من روژینام و خوش اومدید به یه ولاگ دیگه. من تصمیم گرفتم میکروفون کامرامو آپگرید کنم. میکروفون خود کامرام اونقدر بد نیست خوبه تقریبا، ولی موقعی که از کامرا دور میشم صدا خب قاعدتا از دور میاد و اونقدر کیفیت جالبی نداره. جدا از اون احساس میکنم که دوست داشتم یه میکروفون داشته باشم نویز کنسلیشنش یکم بیشتر باشه برای موقعی که میخوام بیرون از خونه ولاگ بگیرم. برای همین این میکروفون هالیلند مدل لارک M2 رو به پیشنهاد یک دوست یوتیوبرم دیروز سفارش دادم. خیلی هم سریع رسید دستم، از آمازون گرفتم همون روز رسید به دستم. خیلی واسش هیجان دارم، حقیقتا نتونستم خودم رو کنترل کنم. دیروز آنباکسش کردم، می‌خواستم توی ویدیو این کارو انجام بدم ولی خب نتونستم تحمل کنم. الان دارین صدای منو از میکروفون خود دوربینم میشنوید. حالا میخوام تفاوتش رو بهتون نشون بدم وقتی که وصلش میکنم. یه حالتی شبیه ایرپادز داره، بعد خیلی بگینر فرندلیه، واسه کسایی که حالا زیاد از چیزای تکنیکی سر در نمیارن خیلی راحت استفادهش. فقط پلاگش میکنین توی کامراتون، وصل میشه به بالای کامرا و این میکروفونا رو میچسبونید به لباستون و خیلی راحت میتونید استفاده کنید. یه جوری شبیه ایرپادز آیفون میمونه به خاطر اینکه یه چارجینگ کیس داره که میتونید شارژ کنید و این استیکرای باحالی که من روش چسبوندم. در واقع این استیکرها روش نبود ولی واسه کسایی که مثلا دوست دارن لوگوی هالیلند رو بپوشونن یه عالمه استیکر بامزه داشت که من دوتاشو درآوردم چسبوندم. این دوتا هم پلاگینای آیفون و اندروید بود. من نوچیشو گرفتم که مثلا اگه خواستم با گوشیم ریکورد بکنم بتونم ازش استفاده بکنم. یه خورده گرونتر بود ولی واقعا ارزشش رو داشت به خاطر که گفتم بعضی وقتا میرم بیرون ولاگ میگیرم، نمیخوام دوربینمو دستم بگیرم، میتونم خیلی راحت به گوشیم وصلش بکنم ازش استفاده کنم. حالا الان وصلش میکنم ببینید کیفیت صداش. الان دارین کیفیت صدا رو از میکروفون جدید میشنوید. یه چیز باحالی که داره این گردنبنداست. میتونید میکروفون رو به گردنبند وصل کنید و بندازین گردنتون. خیلی باحاله. این پشمالو هم که ویند بافن واسه مثلا موقعی که باد و اینا میاد. این گیره ها رو هم میتونم جدا به لباسم بزنم و اینا. حالا برای ویدیوهای بعدی که مثلا دوست دارم برم توی طبیعت یه سری کارهای متفاوت انجام بدم فکر میکنم خیلی به درد بخوره. حالا من از دوربین دور میشم، شما نگاه کنید ببینید که صدا چقدر تغییر میکنه. ویدیوشو که داشتم ریویوشو نگاه میکردم تا 300 مترم فاصله بگیرید میتونه صداتون رو بگیره. حالا من خونم 300 متر نیست ولی فاصله زیادی رو میتونه بگیره. من الان از این تهم الان دارم از پنجره بیرون رو نگاه میکنم. 3 تا آدمم توی بالکن نشستن که خیره شدن به من از اونجا. الان کلا از اتاق رفتم بیرون. الان خیلی نزدیک دهنم گرفتمش. خیلی 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 ازش راضیم. واسه شروع به نظرم خیلی خوبه. مرسی آریان واسه پیشنهادت. این شکلات مستر بیست هم دیروز گرفتم. دنبال یه مدل دیگه‌اش بودم مگه پیدا میشه. یه مدل داره با سی سالت، نمک دریایی. بعد انقدر دلم میخواد من اینو امتحان بکنم. همش کره بادوم زمینی داشت با شکلات معمولی. نمیدونم چرا انقدر طعمای کذا کننده که همه جا هست و بیشتر تولید میکنن. واقعا من آدمیم که مثلا توی شکلات و اینا طعمای خیلی عجیب غریب دوست دارم، مثل افتر ایت، اون شکلات نعنایی ها. من عاشق بستنی نعنایی ام، عاشق شکلات نعنایی ام و شکلاتی که یه خورده تلخ باشه ولی توش پوست پرتقال باشه و این پوستا رو مثلا حس کنم که دارم گاز میزنم. یه شکلاتی هم بود شبیه پرتقال بود، کلا بعد اینجوری پوست میکندی بعد مثلا پرتقالا رو از توش در میآوردی ولی شکلات بود. فکر کنم تریز بود برندش. خیلی اونا رو هم دوست دارم. شکلاتای خاص اینجوری دوست دارم، مثلا شکلات شیری معمولی، مثلا میلکا یا شکلات فندق، بادوم زمینی و اینا متنفرم، اصلا دوست ندارم. ولی خلاص اینو گرفتم چون یه جورایی دوست دارم مستر بیست رو ساپورت کنم. بعد توی ویدیوی قبلی هم هوا یادتون باشه خیلی خوب بود چون الان بهاره. امروز هوا 11 درجه است، بارونی، ابری، به قدری دلگیره که باورتون نمیشه. یعنی از صبح داره همینجوری بارون میاد. 9 درجه است هوا زده که مثل 4 درجه است به خاطر اینکه باد باعث میشه که خیلی سردتر به نظر برسه و میگن feels like 4 درجه. هوای آلمانو کارش هم نمیشه کرد. خب امین چیکار قراره بکنیم؟ قرار نقاشی کنیم. یا خودمون رو میکشیم، یعنی من تو رو میکشم تو منو میکشی، یا آرزوامون رو میکشیم یا توماس شلبی رو میکشیم. آرزوام اصلا نه یه دونه ازش. خیلی نقاشیم بعد گفتم اینو. خودتو که نمیخوام بکشم. خب تو رو میکشم. خب بعد منو بکشی دیگه. من تو رو بکشم تو بعد منو. من نمیتونم تو رو بکشم. چرا؟ خیلی سخته. تو هم سخته کشیدنه. خب باشه هم دیگه رو میکشیم. با مای قلب گرفته. نقاشیت بده یه جوری ایکس میکشی بعد پاک کنی بعد فکر نکنم اینجا معلوم بشه. فقط همین یه تکنیک رو من یاد گرفتم از توی چیز. وای خیلی زشت شد.
اینجاشو واقعا نمیدونم من چیکار بکنم. ببینم من تموم شدم. نه من تمام شد. نگاه نکنی یا منو؟ نه اصلا شبیه عکس نشد. حالا بچه‌ها بعداً نظر میدن توی چیز. نگاه نکنی یا نه کار دارم. تایمر تموم شده آیه. حالا ولی نگاه نکنم. من جایی نمیزنم. یعنی چی؟ همه وقت گذاشتم همه هنر کشیدم. یه کاری کردم پشیمونم. چرا؟ یه چیزای مشکی کشیدم، خطا رو نمیکشیدم خیلی قشنگ‌تر ولی من کشیدم. اشتباه کردم. حتی دوربینم خاموش شد ولی نقشه رو تموم شد. منفر نیست که. بچه‌ها خودتون توی کامنت ها بنویسید. نقاشی منو ببین. نه گفتیم هر کی بیشتر شبیه بکشه نشستی داری گیم بازی می‌کنه. منم می‌خواستم از پشت یه پسر یه لباس بکشم اینجوری با یه شلوار. دماغ من انقدر. بچه‌ها تولد یکی از دوستامه بعد توی پارک گرفته. حالا چرا توی پارک گرفته؟ چون قراره گریل کنیم با هم دیگه. اینم کادویی که واسش درست کردم و خیلی ذوق دارم. همه‌شو خودم چیدم. خیلی با سلیقه مثل همیشه. این هواپیما اینجا سمت باقی آشپز همه کار ایشونه. ستایش دختر تولدی. شادی میاد